سکوت میکنیم. تو این سکوتمون تشکر میکنیم از خدایی که دست ما رو گرفت، تو این انجمن آورد و از آشفتگی و دربدری مواد مخدر رهامون کرد. با تشویق، با صدای دستامون تشکر و قدردانی میکنیم از این خدای مهربون. دعا میکنیم واسه معتادایی که در حال عذابن. دعا میکنیم واسه معتادایی که سرمای زمستون گذشته از زور بیجایی کنار خیابونا و پارک‌ها خوابیدن. اگر اونا هم لیاقت دارن، با کمک خدا به این حلقه عشق بپیوندن. دعا میکنیم برای معتادایی که در زندان هستن و لیاقت پاک موندن و دارن و پاک زندگی میکنن. دعا میکنیم واسه پدرها و مادرایی که اشک میریزن تا فرزنداشون پاک بشن. دعا میکنیم واسه فرزندایی که پدر یا مادر خودشونو در راه اعتیاد از دست دادن. خدایا شکرت، خدایا به داده ها و ندادت شکر که داده ها نعمت هن و نداده ها حکمت. خدایا شکر میکنیم که از آشفتگی، دربدری، بدبختی مواد رهامون کردی. خدایا شکرت میکنیم به خاطر این نعمت بزرگی که امروز به ما هدیه کردی. دعا میکنیم برای بچه‌هایی که پدر و مادرشون به خاطر اعتیاد از هم طلاق گرفتن. حالا اونا بچه‌های طلاقن. خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. دعا میکنیم واسه همسران معتادایی که با کمک خداوند صبور بودن تا شوهراشون پاک بشن. دعا میکنیم برای کسایی که سالهای گذشته بین ما بودن و دستش دنیا کوتاه شد. از خدا براشون طلب آمرزش میکنیم. سالهای پیش نگاه میکردیم دور و برمون، کسایی رو میدیدیم که حالا هرچی نگاه میکنیم نیستن. هرچی نگاه میکنیم نیستن. دعا میکنیم برای کسایی که پاک بودن و در طول پاکیشون پدر یا مادر خودشون از دست دادن. از خدا واسه همه‌شون طلب آمرزش میکنیم. دعا میکنیم برای معتادایی که
خونبهای پاکی ما معتادای بهبودی یافته شدن. خدایا به عزتت شکر، خدایا به کرمت شکر. خدایا ازت ممنونی، خدایا شکرت میکنیم. خدایا بابت این پاکی که امروز به ما دادی تو رو شکر میکنیم. خدایا شکرت میکنیم. شکر خدایا شکر. خداوندا حمایت کن تمام حامیانم را که میگیرند بی منت دو دست ناتوانم را، که میگیرند بی منت دو دست ناتوانم را.